سام گیمر. بچه‌ها امروز اومدم به شما آموزش بدم که چجوری داخل بازی GTA V تبدیل به یه قهرمان بشید. لطفاً لایک ویدیو رو بزنید و کانال ما رو دنبال کنید، چنل یوتیوب ما رو سابسکرایب کنید و کانال رو بیکن ما هم حتما دنبال کنید. خب بچه‌ها بدون معطلی بریم سراغ ویدیو. خب گایز، بچه‌ها اومدم بهتون امروز نشون بدم که چجوری داخل بازی GTA V تبدیل به یه ابرقهرمان بشید، به یه ابرقهرمان خیلی خفن. لطفاً اگر از این سبی ویدیو خوشتون میاد حتما دکمه لایک رو بزنید و اگه هنوز کانال من دنبال ندارید حتما دنبال کنید تا کلی فکت‌های خفن در مورد بازی GTA V یاد بگیرید. خیلی خب بچه‌ها بدون معطلی بریم. بچه‌ها اولا بهتون میگم که این روش کاملا واقعیه، هم داخل کامپیوتر قابل اجراست، هم PS4 PS5 داخل همه چی. خودم داخل PS4 هم و داخل PS4 هم نمیشه مود زد و اصلا مود نیست، همش با چیت انجام میشه. بدون معطلی بریم تا بهتون نشون بدم. بچه‌ها یه چند تا چیت احتیاج داریم که من همه رو داخل دیسکریپشن میذارم اگه احتیاج داشتید ببینید. چیت اول چیه؟ چیت پرش فوق‌العاده، همون پرش بلنده. شما تلفن رو در میارید وارد قسمت مخاطبین و اینجا مربع رو میزنید 1 3 تا 9 467 467 86 48 86 48 میزنید و بله الان براتون پرش بلند فعال شد. نگاه کنید بچه‌ها چقدر میپره، به ارتفاع زیادی الان میتونید بپرید که این یکی از قدرت‌های یه ابرقهرمان میتونه باشه. و بعدی چیه؟ دویدن سریع، یعنی سریع بتونید سریع بدوید. الان اونم براتون میگم. دوباره وارد قسمت مخاطبین میشید، دوباره 1 3 تا 9 1 3 تا 9 228 228 24 224 63 و در اینجا دوباره گزینه مربع رو میزنید. اگه با PS4 PS5 مربع رو میزنید و بله این چیت هم براتون فعال شد. نکنید بچه‌ها چقدر سریع میدوه. واو، بله دیدید چقدر خفن شد. الان سرعتتون تقریبا 2 برابر شده برای 2. و یکی دیگه از آپشن‌های یه دونه ابرقهرمان میتونه این باشه که مثلا جاودانگی باشه. جاودانگی یعنی چی؟ یعنی اینکه هر چقدر شما رو بزنن هیچ آسیبی بهتون نرسه. بله یه رمزم برای اون وجود داره. این رمزم دوباره وارد مخاطبین میشین، مربع 1 3 تا 9 724 724 65 45 65 45 537 537. این یکم طولانی بود. دوباره مربع رو میزنید و بله بچه نگاه کنید به مدت 5 دقیقه اونجا گوشه صفحه نشون میده. به مدت 5 دقیقه ما داره جون بی‌نهایتی، من هیچیمون نمیشه. الان نگاه کنید مثلا واسه هیچ چیزی ندارم که خودم امتحان کنم، تجربه با این میز امتحان کنم. وایسا خب نظرم کافیه. حالا نگاه کنید الان رو آتیش وایسادیم، هیچیمون هم نمیشه به مدت 5 دقیقه بچه‌ها. بعد دوباره میتونید دوباره تمدیدش کنید. بله خب این 3 تا از آپشن‌های ابرقهرمان بود و یکی دیگه از آپشن‌های ابرقهرمان اگه بخوایم بگیم ضربات انفجاری، یعنی مشت یا لگد بزنی یا اون چیز بترکه. خب برای این یکم یه رمز وجود داره. دوباره تلفن رو باز می‌کنیم و دوباره مربع 1 دوباره 3 تا 9 468 468 42 637. بله و دوباره مربع رو میزنیم و بله الان این چیت هم برای ما فعال شد. اما به هر چی مشتی و لگد بزنیم منفجر میشه. مثلا این موتور دیدید بچه‌ها منفجر شد. ماشین هم تو داره تقریبا میتره یا شاید هیولا شدیم بچه‌ها. خب و یکی دیگه از آپشن‌های ابرقهرمان میتونه این باشه که وقتی شلیک می‌کنی تیر منفجر شونده ان RPG ازش ببینید. اینم میتونه یکی دیگه از آپشن‌های یه دونه ابرقهرمان باشه. بله برای اینم یه رمز وجود داره. دوباره ما گوشی تلفن رو در میاریم و رمز رو میزنیم 1 3 تا 9
444 439 دوباره مربع رو میزنیم و بله اینم از این. نگاه کنید الان با کلت میزنم به اون. نگاه کنید بچه‌ها منفجر شد، چقدر خفنه. الان ما این رمزا رو زدیم، نگاه دویدن سریع، پرش بلند، جون بی‌نهایت برای 5 دقیقه، مشت انفجاری و لگد انفجاری، بخشید مشت و لگد انفجاری و حالا تیر گلوله های انفجاری، حالا انواع اقسام. و بعدی چیز بعدی که برای قهرمان احتیاجه چیه بچه‌ها؟ یه ماشین خفنه به نظر من که امیدوارم با من هم نظر باشید. خب بچه‌ها یه دونه ماشین هست که به نظرم این ماشین رو اگه اسپورت کنید و کاستومش کنید برای این کار کاملا اوکی باشه و رمزش هم اینه. ببخشید اشتباه شد، استوب زدم. دوباره میاریم گوشی رو 139 332 84 227 و الان مربع رو دوباره میزنیم و بله ماشین ظاهر شد. و چه ماشین خفنی بچه‌ها، نگاه کنید. اگه یادتون باشه من قبلا چیت این ماشین رو براتون گذاشته بودم، ولی این ماشین برای ابرقهرمان کاملا عالیه و کاملا به درد بخوره. و یه مکانی رو بهتون نشون